فردا آخرین روز برای گرفتن موها و ناخونها می باشد. بله، توی که نیت قربانی داری و میخوای قربانی بکنی، فردا پیش از آذان شام باید این کارها را انجام بدی. موهای خود را و ناخونهای خود را بگیری، زیرا تا پیش از اینکه قربانی بکنی دیگر برایت اجازه نیست که این کار را انجام بدهی. این تنها برای کسانی هست که نیت قربانی دارن یا میخوان قربانی بکنن. پس بناهن فردا 29 ذوالقعده می باشد و به تاریخ اروپا و اینا فردا سه‌شنبه 27 می می باشد و تا پیش از آذان شام حق داری یا اجازه داری این کار را بکنی و بعد از آذان شام دیگر این کار را درست نیست که انجام بده، یعنی ناخونها و موهایت را بگیری. پس بنابراین این ویدیو را به عزیزان خود، به کسانی که میدانید میخوان قربانی کنن یا نیت قربانی دارن، این ویدیو را برایشان برسانید تا همه ما و شما در این ثواب ان شاء الله که سهیم باشیم.